چشمه گاه مختومقلی فراغی فرزند دولت محمد آزادی. تابلو معروف زندگی نامه واقعا چجوری زندگی کرده. یه جایی میخوام بهتون نشون بدم که مردم هر سال تو جشنواره فقط به دیدن اینجا مسابقات کشتی و والیبال و موتورسواری برگزار می شود که از چوب‌های خاص و نمدی هست که از پشم و پوست گوسفند دوستان عزیز، الان با هم دیگه بریم نماد برای مختومقلی فراغی و پدر مرحوم ایشان دولت محمد آزادی از نزدیک ببینیم. با هم دیگه بیای. بفرمایید. دال يون نيلارتن قريب يون نيلارتن يدن جهنت شنا تن تفرقن يلن جوهر جهنت شنا آباد ديب يلوردن بيب ويران شنا رسم قمقارلب aldı yığsanı çınna sen olurun yanına geçmir sen sanı çınna. آرامگاه مختومقلی فراغی فرزند دولت محمد آزادی، متولد 1112 هجری شمسی و 1146 هجری قمری، وفات 1169 هجری شمسی و 1205 هجری قمری. و این هم آرامگاه پدر مرحوم مختومقلی فراغی دولت محمد آزادی، فرزند مختومقلی یوناچی، متولد 1080 هجری شمسی الی 1113 هجری قمری، وفات 1339 هجری شمسی الی 1173 هجری قمری. و این هم تابلو معروف زندگی نامه مختومقلی فراغی، واقع در یکی از روستاهای گنبد کاووس، روستای حاجی قوشان به دنیا اومده و زندگیش ادامه پیدا کرده. رفته بخارا درس خونده با استادی به نام نوری کاظم ابن باهر، استادی سوریه‌ای که برای تدریس به بخارا دعوت شده بود. آشنا شد. مختومقلی همراه نوری کاظم برای سیر و سیاحت به کشورهای افغانستان و هندوستان رفت و با کسب علم و تجربیات فراوان دوباره به بخارا برگشت و سرانجام از مدرسه علوم دینی شیرازی خیوه فارغ التحصیل شد. مختومقلی تا پایان عمر در بین ترکمنها زیست و در غمها و شادیهای آنان شریک شد و به آموزش و راهنمایی آنان پرداخت و بالاخره در سن 57 سالگی در سال 1210 هجری قمری در کنار چشمه اباساری در دامنه کوه سومداغ بدرود حیات گفت. پیکر او را بر شتری سفید نهاده به روستای آق‌قای آوردند و در جوال آرامگاه پدرش به خاک سپردند. بله، فراغی یک دیوان یا کتاب بزرگی به نام دیوان مختومقلی فراغی را تأسیس کرده که دیوان او به زبانهای روسی، انگلیسی، فارسی و غیره ترجمه و چاپ شده است.
خب دوستان با هم دیگه بریم به دفتر مرکزی جشن‌های مختومقلی فراغی. دوستان این هم از دفتر مرکزی ستاد برگزاری مراسم مختومقلی فراغی است که هر ساله برگزار میشه. یه دفتر کوچیک نقلیه، نگهبانش هم اینجا هر شب میخوابه. و دوستان اینجا یه 5-6 خانواری زندگی میکنند که اهالی روستای آقتقای میگویند این 5-6 خانوار نگهبان مقبره مختومقلی فراغی هستند. واقعا چجوری زندگی کرده. خب عزیزای دل، یه جایی میخوام بهتون نشون بدم که مردم هر ساله تو جشنواره فقط به دیدن اینجا میان، فقط به دیدن اینجا. دوستان هر سال در مراسم جشن تولد مختومقلی مسابقات کشتی و والیبال و موتورسواری برگزار می شود. با هم دیگه بریم جایگاه مسابقات را ببینیم. به زبان ترکمنی مسابقه گرش یا همون آلیش یا کشتی خودمون و والیبال را در داخل همین گودی برگزار می کنند و پشت این گودی مسابقه موتورسواری برگزار می شود. هر سال برگزار میشه که سکو هر چی که بخوای اینجا بنا شده. خب دوستان این هم از شترهای روستای آقتقای که در حال چرا هستند. مردم این روستا خیلی بیشیل پیله هستند و بسیار ساده و خاکی زندگی می کنند. بیشتر خانه های این روستا آلاچیقی به نام قره‌وی و آق‌وی هست که از چوب های خاص و نمدی هست که از پشم و پوست گوسفندانشان تولید می شود و نانهایشان هم نانی هست به نام کنبه و آق چرک که هر خانه‌ای مخصوص خودش تنور زمینی دارد که با همون تنور نانهایشان را تهیه می کنند. با هم دیگه بریم خانه های نمدی ترکمن ها را از nazdik ببینیم. Abat deyip el vurdum büyük veyran içine Rüstüm kuma karılıp kaldı yeksan içine Sen olurun yanına geçmir sen san içine La ilahe sen sakla ya Huday can sen sakla Qarakçıda yollarda sağı solu çakarlar Su akmayan çöllerde Gönlüm dünya kamına haram sözler dillerde Men bir gece bende men keminimin uğurda Ken günaler kazanım az forsotlu yıllarda Kıcalı tokoyma vur yağışı yaman içinde Ey yaralır o dünya, can ağılır o dünya Baran vardı gelen yok, ölüdür halının Havır hatir bilen yok Çarkı pelek elinden
ağlanmadı gülen yok. Akıl edin kardeşler, hönelirden kalan yok. Bu dünyanın vefası yoktur desem yalan yok. این بود از زندگی نامه شاعر و عارف محبوب و معروف ترکمنها به نام مختوم قلی فراغی. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید. حمایت شما بهمون انرژی میده. لطفاً زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهایی که در آینده قراره بسازیم بهتون اعلام بشه. خیلی دوستتون دارم. به امید دیدار.